خانم آقای سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک مدل ویدیو جدیدی میخوام راه بندازم توی این کانال که البته ویدیو نیست، بیشتر حالت صوتیه و اون یه حالت پادکستوری که ما میایم هفتگی در مورد اخبار اخیر ویدیو گیم صحبت میکنیم و چیزای مهم رو با هم دیگه بررسی میکنیم که حالا بیشتر سمت اون ساید ایکس باکس میره، چون من خودم طرفدار ایکس باکسم و بیشتر ایکس باکس رو دوست دارم، ولی در مورد کلا بقیه هم صحبت میکنیم که هنوز اسمی براش انتخاب نکردم. توی کامنت من بگید چه اسمی دوست دارید، هر اسمی که شما بگید و خوشتون بیاد من میذارم. حالا یه کاریش میکنیم، میگه اگه دوست داشتید تو کامنت بگید که چه اسمی بذاریم برای این برنامه هفتگیمون. خلاصه پس این ویدیو خیلی چیز خاصی از لحاظ تصویری نداره، بیشتر صوتیه، ولی مثلا اگر اخباری بخوایم بخونیم یا مثلا اون مموی آشا شارمان که قراره تو این ویدیو بخونیم و خب توی تصویر نشون میدیم که واضح باشه. اما در غیر این صورت احتمالاً یه گیم پلی خیلی خاصی کوچیکی رندومی پخش میشه یا کلا یک صفحه لایو خیلی مثلا کوچولویه. خب رفقا، اول از همه یک صحبت ریزی بکنیم در مورد حواشی اخیری که خب بعد از اون نمایش‌های مفصل توی سامر گیم فست و کلا این همین ایتیری که داریم ولی نداریم اتفاق افتاد و حواشی خیلی زیادی داشت. البته که واقعا گیم‌های خیلی خفنی هم معرفی شد و واقعا گیمینگ به نظر من الان در پیک ترین حالت ممکنش قرار داره بعد از چند سال و خیلی هیجان انگیزه. ما دایرکت نینتندو هم داشتیم که توش زینوبلید جدید معرفی شد، اون نینتندو اسپورت اون سیگنچر خودشون هم دوباره معرفی کردم که اون گیف خنده‌دار اون گونینگ طرفم در اومد و خب اوکارین آف تایم هم ریمیکش تایید شد که اسپشیال نیک و نیت دهیت اگر اشتباه نکنم اونو لیک کرده بودن که خب درست در اومد و اینم از شوکیس نینتندو که من خودم واقعیتش خیلی دوست نداشتم. به غیر از اینا به نظرم پایین ترین سطح شوکیس رو داشت بین سه تا دیگه و به نظر خودم بهترینش ایکس باکس بود، دومیش سامر گیم فست بود چون من خیلی کد رانینگ کار دوست داشتم. نمایششو با اینکه خودم بازی نکردم نمایششو خیلی دوست داشتم و استلار بلید جذاب بود، خیلی استلار بلید 2 جذاب بود. همینطور فاینال فانتزی 7 رولوشن رو معرفی کردن و بازی اویدا و الین آیزولیشن و همینطور استودیوی MDHR اومد بازی جدید رو نمایی کرد، 2 تا که از یکیشون بیشتر اناونسمنت بود و همینطور TMNT جدیدن پلاتینیوم داره میسازه که خب اونم خیلی برام هیجان انگیز بود و حضور توپاک در استرنجر دن هیون که اونم خودش خیلی جالب بود که خیلی هم بحث برانگیز شد، گفتن چرا توپاک آوردی، بعد مشخص شد که رفتن با خانواده‌اش صحبت کردن و اوکی. من حالا خیلی چیزی ندارم، تعصبی ندارم، روم به نظرم باحال بود. حالا نمیدونم احتمالاً من یه ریاکشن توری از اون آپلود میکنم به صورت رندوم، احتمالاً دیگه خیلی اهمیتی نمیده، به خاطر اینکه تو کانال باشه احتمالاً یه روزی آپلودش کنم. یکم به مشکل خوردم سر اون قضیه، نمیتونم اون مراسمو به کل دانلود کنم چون رکورد نکردم، فقط وایسمو رکورد کردم. این میخوام سینکش کنم نمیشه درست، یعنی دانلود نمیشه که بتونم سینکش کنم. با این مشکلات تو ایرانه دیگه، یکم دردسر داریم. اما نمایش ها اکثرا نمایش ها خیلی خفنی بودن. خودم خب نمایش های ایکس باکس رو که گیرز آف وار ایده فوق العاده است، من 100% این بازی میکنم. اون دایرکتش هم دیدم و دایرکتش بی‌نظیر بود، واقعا لذت بردم از تک تک چیزایی که میگفتن. بیشتر ویژوال رو داشتن نشون میدادن، بیشتر اون داستان و اون حالا موسیقی که پشتش پخش میکردن و اون جوری صداگذاریایی که کرده بودن رو میگفتن، ولی اصلا همه چیزشون حس و حال گیرز آف وار و گیرز آف وار به خصوص 1 2 3 رو میده و این خیلی برام جذابه، یعنی برگردون منو به همون دوران ایکس باکس 360 و من قشنگ ببین اصلا میدیدم این دایرکت و کلا گیم پلی های یکم جلوترش که خب مارکوس مثلا اون آرمور رو تنشه میدیدم و اون تون اون دنیا و اون حالا مدل آرت استایلش و اون مثلا خاکستری بودن دنیا و جنگ زدگی و اون دارک بودنش و اینا رو وقتی میدیدم خیلی قشنگ و سریع یاد گیرز آف وار زمان ایکس باکس 360 میافتادم که واقعا خیلی من اون گیم رو دوست داشتم و برام اصلا اون دیدن کاور گیرز آف وار برای اولین بار اون دیسکش رو دستم گرفتم و گذاشتم رو کنسول و بازی کردم، عجب این بازی خفنی، عجب گرافیکی داره، دقیقاً همون اومد تو ذهنم و خیلی باحاله.
اونو حتما بازی میکنم اگر خب به مشکل نخوریم و به فنا نریم، چون ما توی کشوری زندگی میکنیم که نمیدونیم فردا قراره چه اتفاقی بیفته، ولی اگر خدا بخواد اونو بازی میکنیم. علاوه بر اون فیبل یه نمایش 30 دقیقه‌ای داشت و واقعا پشمام دیگه یعنی ریخته از جزئیات این بازی و خیلی جزئیات این بازی بالاست و من یه چیزی که خیلی 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 دوست دارم در مورد فیبل اینه که ما بالاخره میتونیم شاهد این باشیم که یک استودیوی جدیدی داره میاد توی صنعت، یعنی توی صنعت که هست داره میاد توی ژانر RPG و میتونه حرفی برای گفتن باشه. اگر فیبل اونجوری که من توقع دارم هیت کنه که خیلی جذاب میشه، نمایشش اونقدر نقص زیادی نداشت، یه سری انیمیشن های صورت ها جای کار داره، یه سری درا دیستنس ها جای کار داره که خب اینا همه پالیش میشه تا وقتی که بازی بخواد بیاد. قاعدتا اصلا این گیم پلی که گرفته شدن برای چند ماه قبله و خب چندین ماه هم فرصت دارن تا فوریه، به نظر من اوکیه، تا اون موقع خیلی بهتر میشه. و خب گفتن 2 ساعت هم سینماتیک داره خارج از اون خب گفتگوهایی که مثلا این گیم هست، یه 2 ساعت هم سینماتیک داره مثل اون چیزایی که تو تریلر دیدیم و سینماتیکاش هم میدونیم که بیلیزارد هم داره روش کار میکنه که این خودش اصلا یه چیزیه که اصلا میگی واو، یعنی اصلا یه دپارتمانی داره کمک میکنه که اصلا استاد این کاره. و رالف فولتون و بچه‌های پلیگراند و تیم فیبل که خب سالیان سال روی فورزا هورایزن کار کردن، از 2018 رفتن آروم آروم سمت فیبل، کم کم آرت دایرکتور رفت اونور، کم کم اون کارگردان فورزا هورایزن رفت اونور و آروم آروم اون تیم رو جمع کردن و الان به اینجا رسیدن و در کنارشون تیم بعدی که برای فورزا هورایزن 6 درست کردن و همینطور فورزا هورایزن 5 که خب بعدش اومد خیلی سریع، ولی فورزا هورایزن 6 کاملا اینا دیگه رفته بودن تو اون یکی تیم ساخته شد و اونم یه بازی خیلی خفنی در اومد و واقعا پلگرام به نظرم الان در بهترین حالت خودش قرار داره و اگه فیبل هیت بشه فوق‌العاده است برای این استودیو و یک استودیوی واقعا بی‌نظیر خواهد داشت ایکس باکس. نمایش سنو هم سورپرایز خیلی خفنی بود که من همتون میدونید هلبلید عاشقشم، واکتوریش کانالم هست و فکر نمی‌کردم برن سراغ هلبلید جدید، فکر می‌کردم به خاطر اون حالا که محبوبیت کم هلبلید 2 بیشتر برن سمت بازی جدید، ولی خب منطقیه چون همه چیزشو ساختن و یکم راحت‌تر سیکوئل ساختن برای اون گیم و خیلی سریع 3 سال بعد از اون گیم دارن یه سیکوئل میدن. البته که سیکوئل نیست، یک اسم جدیده که خب کلا یک فرانچایز جدیده، ولی خب مشخصا تو دنیای سنوها که کاشی گاداوار هم این کارو میکرد، یعنی اینو بهش میرسیم. اینو یادتون باشه. یه سری دیگه بگذرم از این مسئله ایکس باکس چون میدونید من کلا دوست دارم ایکس باکس. و نمایش اسپایرو و پرسونا ها هم خیلی جذاب بودن و کلا خیلی منتظرشم. استیت آف دیکی گیم پلیش به نظرم قشنگه ولی گرافیکش ناامیدم کرد. اما مهمتر از همه اکسکلوسیو بود و بازگشت انحصاری به برند ایکس باکس که به نظرم خیلی خبر مهمیه و خیلی 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 پوینت مثبتی بود برای برند ایکس باکس و من خیلی هیجان زدم از اون بابت که خب گیرز آف وار ایده و کلاکورپ رولوشن این اگزایل که یکی از میشه گفت پرامیسینگ ترین استودیوهای در حال حاضر تو تیم ایکس باکس گیم استودیوز کسایی هستن که ویسلند رو ساختن، اون اوجی هایی هستن که روی آرکینوم کار کردن، روی فالات های اوریجینال برایان فارگو کار کرده و کسایی هستن که خیلی RPG CRPG می ساختن و الان برای بار اول دارن میان روی پروژه های اکشن RPG کار کنن و معمولا اینجور تیم ها وقتی میان توی اون ژانر خیلی پتانسیل بالایی دارن، خیلی جاه طلبانه میسازن اون بازی‌هایی رو میبینی که اکشن RPG ولی عمق خیلی بالایی داره و به نظر میرسه کلاکورپ رولوشن یکی از اون بازی هاست که انحصاری شدنش هم منطقیه اگر اونطوری باشه که میتونه خیلی ولیو بالایی اضافه کنه و یک RPG بی‌نظیر باشه برای ایکس باکس. اسپایرو رو خیلی منتظرش بودن و اون کانادین گای یک چیز کاربر یوتیوب خیلی عاشق اسپایرو کرشه و خیلی وقت منتظر اسپایرو جدید بود. من رفتم ریاکشنش دیدم و فوق العاده بود، اصلا خیلی 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 باحال و اصلا قشنگ بود وقتی دیدم این طرف اسپایرو رو دید و خب خیلی اسپایرو فنا خوشحالن تو این مدت. از این مسئله بگذاریم بریم استیت آف پلی. استیت آف پلی یک استیت آف پلی بود که خب مثل همیشه من کلا با فرمتش مشکل دارم، یعنی بازی که توش نشون میدن بازی خوبیه ولی فرمت
اون حالا تولید و پروداکشن اون استاف پلی یه فرمت بدیه. یعنی هی یه نفر میاد هی حرف میزنه، هی مثلا یه نمایش میدن دوباره میاد روش حرف میزنه، میره یک وقفه میشه دوباره یکی دیگه میاد دوباره نمایش دوباره یکی حرف میزنه، شان بنسن میاد نمیدونم پلاس معرفی میکنه فلان. این خیلی جذاب نیست. یعنی یکم شبیه مدل نینتندو دایرکته که من اونم اصلا دوست ندارم و به نظرم بعد از اون مدل بیاد کنار و بره دوباره تو همون فاز شوکیسی که قبلا میذاشت پلی استیشن که خیلی واقعا کارش خفن بود. به نظرم اون فرمت خیلی بهتره. اما با این حال بازیایی نشون داد که من خیلی حال کردم. ریمن و من خیلی دوست دارم، آنتیلدان و من جزء بازیایی که من خیلی باش خاطره دارم و خیلی دوستش دارم. نسخه دوشم اومد، فکر نمی‌کنم چیز خیلی شاهکاری باشه ولی آنتیلدان همون مثلا آنتیلدان یک فان باشه حال میده. اما مهمترین نمایش ها رو میشه گفت به غیر از حالا فیس پارتی مارول توکانی که داشتن و فایتینگ خفنیه، وولورین و گاداوار لافه که جفتشون نمایش خوبی داشتن اما جفتشون هم دچار یک حواشی خاصی شدن. بیشتر گاداوار لافه، ولی خب وولورین هم دچار این شد و اون چیزی نیست جز طراحی زنها تو اون بازی‌ها که خب خیلی بحث برانگیز شده تو این میشه گفت از زمان چه استارفیلد که اومد و اون پروناونز رو داشت و بعدش خب اسپایدرمن اومد و مری جین رو خراب کرده بودن صورتشو. شروع شد این داستانا دیگه. یا اگه بخوایم خیلی برگردیم عقب شاید مثلا زمان، حالا خیلی که نه ولی شاید زمان دراسفاس 2 حتی که مثلا الی و لزبیان کردن و اون ابی وجود داشت که یک زن مسکولین طور بود و اینا و این داستان همچنان ادامه داره و یه سری انتقاد واقعا بهش وارده. یعنی من خودم توی اون ساید آنتی ووک نیستم و تو اون سایدی که مثلا آقا سکسیستی میان حرف میزنن نیستم، کار اصلا دوست ندارم، ولی یه سری انتقادا واقعا ولیده. یعنی مثلا توی وولورین جین گری خیلی دیزاین مسخره‌ای داره. یعنی شما بری کمیک ایکس من ها رو ببینی معمولا یا مثلا همین مارول رایوالز رو مثلا شما بری ببینی، جین گری خیلی شخصیتش طراحی قشنگتری داره، اصلا کمیکیه، خیلی باحال، خیلی زیباست و اصلا کلا کاراکترهای تو این کمیک معمولا سکشوالایز شدن میشن که مثلا خیلی اپیلینگ باشه برای اون مخاطب حالا نوجوان یا مثلا اون جوونی که داره میخونه اون کمیکو. و خب بازیش هم میاد معمولا اینطوری. مثلا مارول رایوالز خیلی از جنبه مارکتینگش رو سر همون قضیه است و به نظرم اینسامنیا گیمز خیلی داره اشتباه میکنه با این تصمیماتی که میگیره و این یه کالچری که تو اصلا پلی استیشن هم متاسفانه هست. و سر قضیه خب نیل دراکمن اینا که نیل دراکمن جزو اون افرادی که من به عنوان کارگردان دوستش دارم، به نظرم بازیش خیلی بازی قشنگه. آنچارتد 4 د لاست اف اس من خیلی دوست دارم، ولی یه سری ایده های چیز داره دیگه، سوشیالی داره که خب اصلا یه کنفرانسی برگزار کرده بود، صحبت کرده بود در مورد دیزاین کورتانا تو هیلو 4 صحبت کرده بود، میگفت این کاراکترها یک رول مدل هایی هستن که نباید سکشوالایز بشن و باید نمیدونم فلان و بیسار بشن و کلا اینجور ذهنیت رو داره و تو بازیاش هم میتونید ببینید. مثلا الان که اینترگالکتیک رو معرفی کرده و خب کاراکتر اصلی اونم هیت میگیره سر این قضیه و این کالچر حس میکنم تو کل سونی هست در حال حاضر که ما داریم تو اکثر گیماشون میبینیم. و خب مثلا انتقادم به اینه که آقا مثلا آقای اینسامنیا گیمز چرا دست خودت از پشت میبندی و میای جین گری رو این شکلی طراحی میکنی که اصلا خیلی طراحی معمولی داره، شبیه چیز شده اون کاراکتر اصلی کنترل شده، اسمش یادم رفته، جسی چی بود یادم نیست، ولی شبیه اون شده در حالی که آقا جین گری طرف آقا خیلی اصلا تو دنیای کمیک بوکی خیلی میتونی قشنگ‌تر طراحی کنی. یا مثلا مری جین که اصلا گند زد توش اصلا کاری نداره. مثلا منظورم اینه آقا مثلا تو واقعیت اینجور زنا مثلا تو واقعیت جین گری این شکلی بیاد جلو من مثلا میگم ایو چقدر تو زشتی همچین چیزی نیست خب، ولی تو گیم قضیه فرق میکنه. گیم کمیکی مثلا حتی مثل د لاست اف اس هم نیست که من بگم آقا گیم یک گیم ترسناک یا مثلا خیلی سروایوال تور خاکی خیلی مثلا دارک تلخیه که آقا مثلا دیگه جا نداره تو یه کاراکتر سکسی بذاری توش، ولی مثلا اون کاراکتر خیلی باید بخوره به اون محیط که ایمرژن رو خراب نکنه، در حالی که مثلا یه بازی کمیک بوکی همچین داستانایی نداره. و خب گاداوار لافه که اصلا دیگه یه از همه جهت ها بهش یعنی اصلا یه جهتی داریم که ایکس باکس فنن خب، یعنی اصلا کلا یه بس کنسول واره که کلا به هم دیگه میپرن، بازی خوبم باشه من میپرن، اونا که میپریدن گاداوار یعنی اصلا سوار اون موجه میشدن. من خودم ایکس باکس فنم، یعنی نمیخوام بگم هیت کنم ایکس باکس فنم، من خیلی دوست دارم ایکس باکس فنم.
ولی همیشه این چیزا کنسول هست دیگه. پریدن اون موجه چی بود آقا؟ همون افرادی که خب خیلی کلا هر زنی تو ویدیو گیم باشه و سکشوال شده نباشه خب هیت بگیره توسط اون قشر. فقط حالا چه یه سریاشون حالا منطقی حرفشون، یه سریاشون هم نه کلا دنبال انگیجمنتن و سکسیستن و اینا. اونا شروع کردن آقا چرا لافه گاد آف وار اول چرا انقدر زشته، دبرا انوال اصلا این شکلی نیست، سابوتاژ شده و اینا که به نظر منم یک کوچولو صورت درست نیست، میتونست بهتر باشه. احتمال میدم به خاطر اینه که هنوز اونقدر پالیش نشده، احتمالا وقتی پالیش بشه خیلی بهتر بشه صورتش، ولی اوکی. و بعد رفت تو فاز اینجور داستانه. بعد یه سری اومدن اصلا کلا فنای قدیمی گاداوار، فنای خیلی دو آتیشه گاداوار اوریجینال اومدن که ببینن خب واو مثلا گاداوار جدید رو نمیشه اوه کریتوس نیست. و خب شما تصور کنید که اون آدما آلردی با گاداوار 2018 گاداوار رگناروک هم یکم مشکل دارن، چون مثلا خیلی کریتوس صافتر از اون چیزی که تو سگان اصلی بود شده بود، خیلی اصلا مدل اون تون بزرگ سالانه گاداوار یکم اومده بود پایین تر توی 2018 و 2022 که میشه رگناروک. و خب الان میبینن که اصلا کلن کریتوس نیست، یعنی کریت اصلی نیست، شاید مثلا یه جاهایی بیاد و یک زنه کاراکتر اصلی، و اون زنه کسی که حالا خیلی توی گیم شاید ایده ای ازش نداشته باشیم به غیر از یه سری حالا ایستر ایگی که نه، ولی یه سری هینت هایی که بهش زده میشه. بله از لحاظ نراتیوی و داستانی قطعا خیلی اینترستینگه، من نمیگم نیست، خیلی جالب. حالا ببخشید کلمات انگلیسی من استفاده میکنم، این که خیلی جالبه قطعا میخوره به داستان، ولی مثلا طرف میگه آقا مثلا چرا مثلا ثور کاراکتر اصلی نیست، چرا مثلا یه گاداوار در مورد اون نساختی، چرا مثلا یه گاداوار در مورد بقیه خدایان خیلی اینترستینگ تر نورس نساختی، چرا مثلا فی که خب بیرا هم نمیگه، یه سریا سلیقه‌شون اینه. و خب اونا کلا اینطوریه که اوکی مثلا این از این بعدمون میاد، آقا تو هر چقدر خوب نشون میدی من بعدم میاد از این. و کلا داستان سر این شد که آقا این چرا اینطوریه و اصلا چرا اسمش گاداواره، چرا نرفتی ساب فرانچایز کنی. یه سری گفتن آقا اسمش لافه اسپینافه، بعد سانتا مونیکا اومد گفت نه این اسپیناف نیست، این دنباله است، که خب منطقیه چون اصلا لیترالی داستانش همونه دیگه، در موازات اون داره پیش میره و خب اینتری جدیده. و خب این بحث سنوها رو که من اون موقع گفتم کاش که مثلا آقا اسم این گیم هم میذاشتن لافه، میدونی. ولی خب میدونی مشکلش چیه؟ خب مثلا هل بلید اونقدر فرانچایز بزرگی نیست، هل بلید وقتی میفروشه بیشتر برای همون اسم نینجا تئوریه نهایتا مثلا میفروشه. مثلا اگه 100,000 نفر 200,000 نفر 500,000 نفر نهایتا 1,000,000 نفر مثلا بازی رو میخرن میشناسن نینجا تئوری، یعنی یارو گیمی بده معمولا اونا با هم دیگه یه کامیونیتی دارن و خبر میدن هم دیگه رو میخرن. ولی مثلا گاداوار بازی مین استریم شما وقتی اون اسمو میذاری اتوماتیک تایتل خودش یک جوی میده، یک باری میده به اون فرانچایز و یک کاری میکنه که اون فرانچایز بره بالاتر از اون حدی که شاید مثلا با یه تایتل دیگه میتونسته بره. پس از این جهت درک میکنم، ولی مثلا میتونست بذاره مثلا گاداوار ساگا یا مثلا گاداوار لگسی، مثلا میدونی همچین چیزایی، مثل اپلکتلی که مثلا لگسیش کردن. ولی این کارو نکردم و خب این داستانم هست. هر طرف ماجرا، من خودم هم خب یه طرف ماجرا، من اصلا اینطوری بودم که من اخبار رو از جیسون شرایر شنیده بودم سالها پیش که ما کوری وارلاگ یک گیم خیلی خفن آی پی جدید داره میسازه، اینقدر متفاوت است. آی پی جدید نه، گفت آی پی البته لگسی خود پرستیژن، ولی اینقدر متفاوت هست که تو ببینیش اصلا نمیگی اون آی پیه. و یکم رفتیم جلو، بعد نیت هیت گفت آره بازی جدید کوری وارلاگ فی توش داره کاراکتر اصلی. گفتم اوکی البته نمیدونم دقیق همینو گفت، دارم یکم پارافریز میکنم، ولی اینو گفتیم اوکی. و بعد نمایش شد، من داشتم میدیدم و ریاکشن هم احتمالاً دیدید، من اینجوری بودم که واو مثلا این بازی قراره خیلی متفاوت باشه. نه همون گاداواره دیگه، حالا مثلا یه اسلایدی داره، یه جامپی داره، یکم کامبت خیلی روونتر شده، اجایل تر کاراکتر اصلی و آرت استایل یکم، حالا آرت استایل که نه اون
دیزاین کاراکترها یکم متفاوته، انمی ها یکم متفاوتن، یکم تون گوگولی داشت. حالا نه در اون هم بله مثلا کتک هم میخواد، خونم ازش میریخت و اونم بود. مثلا چیز کیوب کامپانیون کیوب ژله‌ایه و خیلی فرق میکنه دیگه. و من اینطوری بودم که اوکی فرق میکنه، خب این مشخص این گاداواردی چی میگفت جیسون شایر. و سر اون یکم ناامید شدم و کلا اصلا از اون چیز گاداوارم من خیلی از اون به قول معروف اون فرمول گاداوارم خیلی من باش حال نمیکنم. بیشتر فرمول نینجا گایدن و اینا رو من دوست دارم. حتی دی ام سی هم من خیلی علاقه‌ای به کامبتش ندارم. یعنی مثلا دی ام سی برام کاراکتراش باحالن ولی مثلا کامبت من بازم همون کامبت پلاتینیوم و اون تیم نینجا که مثلا نینجا گایدن رو میسازه، یا پلاتینیوم که نینجا گایدن 4 رو ساخته، یا مثلا بایونتا رو ساخته، من اونا رو دوست دارم بیشتر. و خب برای من اتوماتیک بیشتر اینطوری بودم که اوکی مثلا اون کانسپت جذابه، اون افتر لایف اف د گادز باحاله، پتانسیل بالا هست. حالا نویسنده‌های سانتا مونیکا میتونن از اون پتانسیل استفاده کنن یا نه یه بحث جدا داره، ولی چیز جالبیه. ولی خب همه از یه طرف اینو بهش یک نظری میدادن، یه سری خوششون میاد، یه سری خوششون نمیاد، یه سری هم سر بحث کاراکتر بود. به نظر من آقا من حالا یک نظری در مورد این کاراکتر دادم، چون سر فیبل هم شد، هیلی اتول رو میگفتن آقا اصلا صورتشو بد درآوردی تو گیم، بعد مثلا اون ام پی سی های فیبل رو میگفتن آقا چرا این زشته فلان، گیرز آف وار میگفتن چرا زناش انقدر مثلا این مدلیان. یه چیزی بگم که آقا مثلا من میفهمم خب مثلا استلار بلد میاد مثلا چیز سایبرپانکیه، مثلا اون مدلی داریم، مثلا رزیدنت اویل میاد یک دنیای دارک تور زامبیه که سروایوالیه ولی مثلا کاراکتراش جذابن، خب اونجوری میسازه، خب بله خیلی اپیلینگ، خیلی جذابه. ولی برای من خودم شخصا اینو میگم، من اون دوست دارم نمیگم دوست ندارم، 100% اون دوست دارم، 100% برام جذابه، من کلیر ردفیلد رو ببینم خیلی حال میکنم میدونی. ولی از اون طرف مثلا گیرز آف وار من تو ذهنم اینطوری که مثلا زنهای گیرز آف وار تو اون دنیا یک زنهای خیلی قوی باچه، مثلا چه میدونم میاد یقتو میگیره میزنه تو سر و صورتت، مثلا میتونه سروایو کنه است. خیلی اون حالت چیز می سکسی مکسی نه، چون مثلا مرداش اون مدلی ان دیگه، مثلا قاعدتا زناش هم تقریبا اون مدلی، حالا نه به این شکل، تو این شکل تو اینجا مثلا خیلی موهاشون کوتاه‌تره، ولی خب مثلا تو گیرز 3 موهاشون بلندتر بود، نه حالا خیلی بلندتر ولی خب موهای بلندتری داشتن، یک بدن ظریف‌تری داشتن، ولی خب با این حال منطقیه تو اون دنیا. یعنی من اینطوری هم که آقا مثلا طرف قیافش هم زشت نی، مثلا من آقا خلبانه رو آدم میبینه میگه اوکی چه مثلا یه زن خیلی بدس و خفنی، مثلا باحاله دیگه، من حال میکنم با این، مثلا اون قدی برام. ولی خب یه سری هم که اتوماتیک میگن وای مایکروسافت وای که چپه نمیدونم فلان، یه سری جاها قبول دارم حرفتونو، یعنی یه سری جاها واقعا میشه فهمید اینا دارن گن میزنن، یه سری جاها رو آدم میبینه میگه آجی این چیه تو درست کردی، ولی یه سری جاها میگم اوکی مثلا حاجی این مثلا میخوره، میدونی اونقدری فرقی نمیکنه، دوست داشتم شاید مثلا جذاب تر باشه ولی حالا میخوره، حالا اونقدری برای من فرقی نمیکنه. مثلا کورتانا، تو بحث کورتانا کلا من خلاف اینم، به نظر من هیلو 4 بهترین مدل کورتانا رو داره و سر همون داستانه چیز بود دیگه. یعنی خوب شد اصلا به این موضوع اشاره کردم چون داشت یادم میرفت، بولت پوینتمو میس دادم، اینو نوشته بودم مثلا داشتم میس میدادم. سر هیلو 4 که خب اون دورانی که اومد اواخر نسل 7 بود و بهتون گفتم که خب اون دوره نیل دراکمن خب یک سخنرانی داره که در مورد همین موضوع صحبت کرد. اول این ویدیو در مورد صحبت کردیم که اصلا کاراکترها چرا سکشوالایز میشن و خب کلا نسل 7 آخرین نسلی بود که ما خیلی راحت میتونستیم این مدل گیم‌ها رو داشته باشیم، گیم‌هایی که سوشالی اکسپتبل شاید نبودن، شاید پولیتیکال کورکت نبودن و خیلی بحث برانگیز میشدن. مثلا بازی‌هایی مثل بولی، مثل جی تی ای 4، مثل کال آف دیوتی های مودرن وارفر، بلک آپس میومدن که آقا مثلا تو بلک آپس جان اف کندی، مثلا ترور جان اف کندی اینا تو اونجا بود، مثلا یه چیزی بود که آقا مثلا فاکینگ کانسپیرسی تئوری بود دیگه، با اونا بازی میکرد، با تئوری توطئه بازی میکرد، مثلا سیاست نکنه کار خودشونه، نکنه مثلا فلانه، یا مثلا نوراشن مودرن وارفر یکی از تا امروز یکی از بحث برانگیزترین و
خفن ترین میشن هاست تو تاریخ ویدیو گیم. و خب مثلا بازی مثلا بولی که لیترالی اسمش بولیه، تو کرکترت بولیه، یک بولی هستی تو اون بازی. اصلا همچین چیزی مثلا فکرش نمی‌کنی تو دنیا امروز بتونه منتشر شه. یا جی تی ای 4 مثلا، تو جی تی ای 4 تو میرفتی تو بیمارستان رگبار میبستی همه رو، که مثلا تو جی تی ای 5 فکر کنم مثلا همچین چیزی دیگه وجود نداشت. یعنی آزادی عمل‌ها خیلی گرفته شد بعد از نسل 7 و خب یک جنجال هایی راه افتاد، گیمر گیت بود و کلا بحث هایی بود که آیا ویدیو گیم خشونت بار است، که مثلا اونایی که کال آف دیوتی بازی میکردن کاد لابی هایی بود که همه ریسیست بودن، همه جوکای ریسیستی میگفتن به هم. گیرز آف واری بود که بابا با اره میزدی نصف میکردی، هیلو بود در اوج هیلو و مثلا اینطوری بودن که آقا نه ویدیو گیم 100% تو چرا مثلا مگه نمیبینی جی تی ای تو میری ماشینو میدزدی، نمیدونم بمب میذاری، تروریستی میزنی، نمیدونم. این مسائل بود که اصلا اخبار و کلا دولت و اینا به طور جدی دنبالش بودن. یه سری مسائل اجتماعی هم بود. آقا چرا زنها رو سکشوالایز میکنید، چرا ابجکتیفای میکنید، نمیدونم چرا همه ترادیشناله، چرا همه کاراکترها مردن، چرا همه چی انقدر تیپیکاله، نمیدونم وایت هاست، چرا، یعنی اینجور داستانا شد. انقدر شد که رسیدیم اینجا همه چی سیفه. کال آف دیوتی جرأت نداره بره مثلا یه دونه مثلا کشور واقعی، یک لوکیشن واقعی و یک آدم واقعی رو بیاره دوباره توی گیمش. بابا ما تو مپ پنتاگون برای زامبی داشتیم توی بلک آپس، جان اف کندی کرکترش بود. الان فکر می‌کنم همچین کاری بتونه توی بلک آپس 6 یه بیل کلینگتون آوردن یه میشه، اونم مثلا یه نگاه کرد و رفت، این مثلا چیز خاصی اتفاق خاصی نیفتاد، اون همه مانور دادن روش. یا مثلا الان توی کره شمالی مثلا کیم جونگ اون نیست، یه چیز کاملا جداییه، مثلا یه انگار که مثلا یه دنیای دیگه ساختن، فیکشناله. و از اون ور بوم افتادن دیگه، یعنی رسید به یه جایی که آجی دیگه گن زدید به دیگه ویدیو گیم، که یه چیزی هم میاد که خوشش میاد بهش مثلا میگه آقا تو مثلا اینسل گونره، نمیدونم دنبال پرنی، دنبال فلانی، دنبال بیساری، خاک بر سرت، این نمیدونم خیلی خانوم خوشگلیه، تو غلط کردی بگی این زشته فلانو میسه. یعنی به اینجا رسیدیم دیگه، یعنی از اون ور بومم میافتن دوستان. و همین میشه که آقا الان یه جوری رادیکال میشن اینا که آقا یارو میاد به طور تاکسیک انتقاد میکنه، میاد خراب کنه بازی تو دیگه به طور تاکسیک، و من حق میدم بهشون، با اینکه من دوست ندارم این کارو بکنم، با اینکه من به نظرم کلا کار درستی نیست، ولی خشمه از این میاد چون واقعا گند زدن به ویدیو گیم، از اون جهت گند زدن. یه سری گیمایی که هویتشون این بود خراب شد. یعنی مایی که با بازی کردیم اون زمان دیدیم، با چشم خودمون دیدیم که چقدر سافت شد، چقدر پولیتیکالی سیف شد، چقدر دیزاین ها تغییر کرد. ما اینا رو دیدیم که الان رسیدیم به اینجا. و مثلا عصبانی، آقا مثلا من میبینم آقا کورتانا این شکلی، خب عصبانی میشم. آقا من اون کورتانا رو دیدم، یا مثلا آقا من اون کال آف دیوتی رو دیدم، چرا انقدر سیف کال آف دیوتی؟ فرض کنید مثلا الان خدا رو شکر کپکام مثلا ژاپنیا الان خب معروفن دیگه، ژاپنیا آسیایی کلا به چپشونه، یعنی هنوز اون دیزاینا رو انجام میدن و فوش هم میخورن دیگه. مثلا چپیای اینور یا نه این نمیدونم این ضد زنه، ضد نمیدونم این خیلی سکسیستیه، این پدوفیلیه، نمیدونم کاراکتر استلار بری شبیه بچه‌هاست، تو پدوفیلی اگه دوستش داری. این داستانا خب سر ایوام که این داستانا بود. مثلا آدم فکر میکنه مثلا تو دنیا امروز آیا بازی مثل بایونتا مثلا ساخته میشه دیگه؟ آیا مثلا خواهیم دیدم همچین گیمیو تو اون سبک و سیاق مثلا بایونتا 1 و 2 مثلا بولی آیا ساخته؟ آیا گرند تفت آتو 6 که قراره بیاد چقدر آزادی عمل داره؟ آیا واقعا اون چیزی که میگیم هست؟ آیا رفتن به طور فول آزادی عمل رو کاملا برن پرودی درست حسابی از آمریکا باشن؟ نمیدونیم، ولی امیدوارم بشه. به نظرم میشه، چون یه چیزی که این رفتار تاکسیک و رادیکال توی توییتر به نظرم بهش میرسه، چه خوب چه بد، چه کار کثیفی باشه چه کار خوبی باشه، اینه که این رویه رو تغییر میده.
و این رویه تغییر پیدا کرد. من طرفدار بلیزاردم و من دیدم که بلیزارد رفت سراغ این کارا. بلیزارد جزو معدود استودیوهای غربی بود که کاملا دیزاینای شرقی طور بود و میرفت تو اون فازا و یهو اواخر دهه همین 2010 تا 2020 یهو کسخل شد، رفت تو اون فازا. بعد الان دوباره قشنگ میبینم، الان مثلا تو 2 سال اخیر میبینم که اوکی نه دوباره اون روی کرده داره برمیگرده، یعنی اون هیته جواب داد و از این جهت تقریبا من یه جورایی خوشحالم. یا آقا مثلا این هیت داره یواش یواش جواب. مثلا فیبل، آقا مثلا من میدونستم آقا فیبل به هر حال کاراکتر گرافیکش بهتر میشه، ولی قطعا خیلی از اون هیتا، اون تاکسیک بازی باعث شد که آقا هم کاراکتر قیافش خوب شه، هم کاراکتر کریشن بیاد، هم کاراکتر کریشن خوب بیاد براش، که مثلا چندین کاراکتر هد مختلف داری، مردای مختلف، زنای مختلف، مدل موهای مختلف، قشنگ بتونی آقا کاستوم کنی. بگی آقا اوکی دیگه اذیت اون نکن، میدونی که تهش مثلا خوب بشه. با اینکه حالا بازم خیلی نمیره تو فاز سکشوالایز و اینا، ولی انتقاده جواب میده و نهایتا این چیزه به نظرم بدی نیست. به نظرم گاداوار لافی هم کمش صورت لافی بهتر میشه. یعنی اصلا این دیگه یه چیز عادیه بود. وقتی پالیش بشه احتمالا خیلی از اون جنبه هایی که لو کوالیتی توی صورتش که حالا مثلا خیلی انتقاد میکنن که آقا اصلا شبیه کاراکترش توی واقعیت هم نیست، احتمالا زیاد درست میشه خیلی از اون چیزاش. حالا بس دیگه سانتا مونیکا داره که حالا اون توییت هم زدم یه سری هیت میگن آقا منظورت چیه تو نمیدونم، اومدی با فیبل مقایسه کردی گاداوارو، گاداوار از خودش باشه با فیبل مقایسه بشه. یه چیزی میگیدم اون چیز فن بوی زد بالا، ولی خب واقعیت دیگه بابا کامان. یه چیزی که حالا مشکلم داره باید آدم بگه دیگه، یعنی چیزی درست نمیشه که حالا آقا بگیم نه بی خیال و اینا. آقا نه، ببین یه چیزی داره که برای من مهم نیست، میگم آقا بازی من این جنبه برام مهمه، من اینو بازی میکنم و حال میکنم. حالا اگه فلان جنبه‌ش هم بد بود میگم اوکی مهم نیست. مثلا استارفیلد یه بازی که جزو بهترین بازیه که من تو این نسل بازی کردم، مثلا عاشق اون گیم، 100 ساعت من اون بازی کردم، ولی بازی از لحاظ فنی آشغاله، از لحاظ مثلا لودینگ اسکرینی آشغاله، از لحاظ اکسپلوریشن خیلی آشغاله. یعنی در برابر مثلا یه چیزی مثل فال اوت و الدر اسکرولز تو اونو مقایسه کنی واقعا زباله است. ولی خب اسپکت‌های دیگه اون بازی قشنگه و من باش خیلی حال کردم. من 100 ساعت تو اون بازی گذروندم. یعنی من اون آدمی نیستم که خیلی گیر بدم به این چیزا، برای مثل چیزا، ولی خب یه سری آدم هستن براش مهمه کاراکتره و باید اون دیولپر تا حد زیادی سعی کنه اونم راضی کنه. حالا اگه مثلا ویژنش یه چیزیه که آقا من مثلا میخوام مثلا در فیبل کاراکترهای بریتیش بیارم، اگه مثلا زنه باید بریتانیایی باشه، نمیتونم زن ژاپنی بیارم وسط فیبل، خب اوکی درک میکنم، ولی اون بریتیش رو خوشگل درست کنم. یعنی تاش اینه که حالا تو اون ستینگ قیافش خیلی هم دیگه مثلا زشت نمیشه، قشنگ باشه که من اوکی ام با کاراکتر فیبل. به نظرم خوشگله، به نظرم یکم دیگه هم بهتر میشه کوالیتی انیمیشن صورتشون، اینا به نظرم خیلی خوب. ولی این بود از این قضیه حواشی و امیدوارم که کم کم بریم. حالا این دیزاین کورتانا هم با اینکه صورتش یکم مثل 4 نیست، به نظرم یکم کوالیتی صورتش و موهاش و اینا خیلی میتونست بهتر باشه. حالا ما البته تریلر دیدیم، ولی اون بادیش قشنگ تقریبا 80-90% بادی همون هیلو 4، یعنی نسبتاً برگشتن به اون فاز که من خوشحالم از این قضیه. اما بریم سراغ اون چیزی که احتمالاً خیلیاتون دوست دارید در موردش صحبت کنیم. چند روز پیش، حالا بسی دارید که بدم این وقتی که الان دارم اینو ضبط می‌کنم، دیشب آشا شارما یک ایمیلی یا یک ممویی در واقع به کارمندان ایکسپایس داد و اون ممو در مورد بیزینسشون و اینکه چطور میخوان تصمیمات سختی رو در هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده یا روزهای آینده، دقیقاً نگفت که، ولی قراره تصمیمات خیلی سختی رو بگیرن و میخوایم در مورد اون صحبت کنیم و اونو بخونیم و ببینیم که چی میگه. خب آشا شارما یه توییتی زد، گفتش که ما همین الان اومدیم با تیممون واقعیت هایی رو چیز کردیم، به اشتراک گذاشتیم و ما این واقعیت ها رو نیاز داریم بدونیم برای اینکه میرویم به سمت اون ریست کردن بیزینس ایکسپایس. و میگه ما موفق نمیشیم اگر این
حقیقت‌های تلخ رو بخوایم مخفی کنیم و قرار هم نیست موفق بشیم اگر بخوایم همون کاری که قبلا میکردیم رو انجام بدیم. What's the definition of insanity? Doing the same thing and expecting a different result. اونایی که فارکرای 3 بازی کردن میدونن. الان اینطوری بود این فازهاشو شارما. بریم بخونیم دوستان و من میخوام خیلی لایو براتون ترجمه کنم. ببخشید که اگر ترجمه خیلی بد بردم. اوکی. تیم Over the first 100 days together, we have started to revive Xbox. میگه در 100 روز اخیری که با هم گذروندیم ما شروع کردیم که ایکس باکس رو دوباره زنده کنیم که خب مشخصا آشا شارما 100 روزه که در ایکس باکس. Our platform teams have already shipped more updates in the last 100 days and during the prior year. Sorry, my eyes is not چشام خوب نمیبینم. میگه پلتفرم اون تیم پلتفرم های ما، یعنی تیم های پلتفرم ما آپدیت هایی رو منتشر کردن تو این 100 روز که توی سال قبل انقدر آپدیت منتشر. ما در حال حاضر بیشتر از همیشه پارتنرهای زیادی رو برای ایکس باکس داریم. تیم گیم پس ما روی فیکس کردن اون آفر هامون کار کردن و بعد از 8 ماه روند نزولی بالاخره سرویس هامون شروع کرد که دوباره رشد کنه. و با اون فروم پلیر وایسشون یک کانال 24 ساعته برای 7 روز هفته دارن که بتونن به طور مستقیم از بازیکن‌ها، خالقین و دیولپرها فیدبک بگیرن. با بازگشت ایکس باکس شوکیس و فن فست ما صدها میلیون فن را دور هم جمع کردیم. این یعنی که صدها میلیون آدم فن فستشون رو دیدن به احتمال زیاد، اونجوری که من میتونم حدس بزنم. انحصاری ها رو بازگردوندیم با گیرزاوار ایده در 2026 و کلاکورک رولوشن در 2027. بازیکن های ما میتونن انتظار اون انحصاری های سیگنچر ما رو هر سال داشته باشن. در موازات اون پلیگراند گیمز به ما نشون داد که فرانچایز های استبلیش شده میتونن قله های بالاتری رو بیشتری رو فتح کنن، یعنی به های تر از قبل برسن، خیلی یعنی رکورد بزنن به قول معروف. این نتایج خیلی زود است اما نشون میدهد که امکان این وجود دارد که ما سریعتر حرکت کنیم و نزدیکتر به کامیونیتیمون باشیم و پشت اون ویژنمون با هم هماهنگ باشیم. حالا اگه یکم ترجمه حالا چیزا خیلی ایراد نگیرید دوستان، تکستش روز صفحه هست. ما اشتباهاتی کردیم و در ادامه هم بازم اشتباه خواهیم کرد، اما چیزی که اهمیت داره اینه که ما میشنویم، یاد میگیریم و راهمون رو تغییر میدیم اگر لازم باشد. اینو بدونید که فنهامون روی ما دارن حساب میکنن. اوکی، من که خیلی دارم روتون حساب میکنم. بعد از اون شوکیس کارو خراب کنی ها شد دیگه، کار تمام است، خدا نگهدار. حالا که 100 روز بعدی رو میخوایم شروع کنیم باید بدونیم که هم خوشبین باشیم و هم واقع بین باشیم وقتی که میخوایم بیزینسمون رو ریست کنیم. اینها واقعیت هایی هستن که ما باید بدونیم. بیش از 1 میلیارد نفر ایکس باکس رو برای بازی کردن در سال انتخاب میکنن و بیش از 72 میلیارد ساعت بین ایکس باکس، پی سی، موبایل و استریمینگ که به غیر از چین و یک سری از کشورهای دیگه است بازی میکنن. فرانچایز های ما جزو بزرگترین و مورد علاقه ترین فرانچایز های دنیا هستند و الان در تلویزیون و فیلم هم دارن رکورد میزنن. وقتی که میریم جلو رقیب ما اتنشنه. الان بیش از هر موقع دیگری بازی های خیلی خوب، سریال ها، فرانچایز ها، خالقین، فرمت های محتوای مختلف، برنامه ها و چیزهای مختلف دیگه وجود داره. اینا حالا یه چیز جالبی که از این به یادم اومد، متیو بال که خب الان چند روزه، فکر میکنم کمتر از 2 هفته است که تو ایکس باکس الان جوین شده و به عنوان چیف استراتژی آفیسر ایکس باکس هست، یعنی کسی هستش که استراتژی ایکس باکس رو داره میچینه. یه سری حالا مصاحبه ها کرده که حالا بنده خدا
حرف هایی زده که مثلا 10 روز اونجاست، خیلی سوال پیچش کردن، بنده خدا رو نتونست خیلی چیزا رو جواب بده، خیلی بنده خدا یکم اذیتش دارن میکنن. من حالا فعلا نمیخوام بپرم اذیتش کنم، چون به نظرم خیلی روزهای کمی بوده و به نظر میاد که آدم باحالی. این طرف سالیانه یک ریپورتی از ویدیو گیم و کلا اون بیزینس ویدیو گیم منتشر میکرد و میگفت که آقا مثلا آیا رشد داشته، کدوم بازارها رشد داشته، کدوم بازار نداشته، چه گیمای خوبن، چه گیمای بد بودن، مثلا چی شده، مثلا آدمای جوون به سمت چی میرن. مثلا این چیز جالبی که داشت میگفت آدمهای جوون بیشتر به سمت محتوای تیک تاک یا حتی اونلی فنز دارن میرن تا اینکه مثلا میان سراغ گیم. و این خب یه چیز جالبی بود که مثلا میگفت. و این آدم خب الان حدس میزنم این چیزی که اینجاست، خب اون از اون دیدگاه هم میاد که من دنبال توجه افراد باید باشیم وقتی که این همه محتوای مختلف در فرمت‌های مختلف و در پلتفرم‌های مختلف ما داریم میبینیم. شماره 2 که این خیلی مهمه، ما این سال مالی را با 3% اکانتبیلیتی مارجین به پایان میرسونیم که از سال پیش کمتره. اگر اکتیویژن بلیزارد کینگ را حساب نکنیم، در 5 سال اخیر بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم روی محتواها، پلتفرم و سابسیدایز کردن سخت افزارمون. سابسیدایز کردن یعنی این که مثلا سخت افزار رو با قیمتی بدن بیرون که به ضررشونه که مثلا بتونن بفروشن. ولی درآمد سالانه ما نزدیک به 0.5 میلیارد دلار کمتر شده در این مدت. وقتی که به جلو میریم نباید این ادامه دار باشه. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اینکه اولا اکتیویژن بلیزارد کینگ داره یه جورایی چون ایکس باکس رو سیو میکنه، چون اکتیویژن بلیزارد کینگ مارجین خیلی بالایی داره. وقتی که خریدنش میگم 30% مارجین داشت و یک کمپانی که حدود بین 6 تا 8 میلیارد دلار معمولا رونیو سالانه داره. و قبل از اینکه بخرن فکر می‌کنم رونیو سالانه ایکس باکس 15 میلیارد بود که الان مثلا ببینیم مثلا بین 23 22 21 اینا عقب جلو میره که مشخص اکتیویژن بلیزارد اد شده، اونم اد شده، ولی خب بیشتر نشده چون مشخصا داره میگه تو 5 سال اخیر رونیو ما 500 میلیون دلار کمتر شده و با 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو این حوزه. ببینید مثلا تو سابسیدی کردن هاردور خب منطقیه، چون مثلا اون سخت افزار رو دارن که ارزون تر از اون چیزی که براشون در میاد میفروشن. مثلا تو حالت گیم پس اینا قاعدتا یه سری سرمایه‌گذاری کردن و خب خیلی چیزا سرمایه‌گذاری کردن که درست در نیومد. این همه بازی مثلا پرفکت دارک اینیشیتیو 8 سال بازی ساخت، هیچی به هیچی، کنترابند کنسل شد، بازی جان رومرو که ترد پارتی بود کنسل شد، بازی اورایلد کنسل شد، کلی بازی‌های مختلف داشتن که اینا کنسل کردن. اون بازی بلیزارد که حتی جدای از این اون حساب نمی‌کنیم، ولی خیلی از بازی‌ها کنسل شد، خیلی استودیو بستن که خب مشخصا اون 20 میلیارد دلار خیلی نتیجه خاصی نداشت. و این نشون میده 3% اکانتبیلیتی مارجین بچا یه چیز عجیب غریبیه ها. یعنی 3% یه چیزی که آقا تو آمریکا شما همون پول تو مثلا بذاری تو اون صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی سیف، سالی مثلا 3.5% 4% میگیری. یعنی اون کارو مایکروسافت میکرد به جای اینکه پول بذاره تو ایکس باکس بیشتر پول در می آورد. در این حد فاجعه است ها. یعنی البته این داره چیز میکنه، نه این داره حساب نمیکنه، داره حساب میکنه اکتیویژن اون 3% اکانتبیلیتی مارجین لیترالی به خاطر اینکه اکتیویژن داره پول میاره. فعلا احتمال خیلی زیاد منفی. یعنی من کمتر کمپانی رو میشناسم تو کلا گیمینگ که مارجین خیلی کمی داشته باشن و بتونن همچنان آپریت کنن. سونی رو میدونیم حدود 10% اگه اشتباه نکنم، نینتندو 17-18%، ایکس باکس زمان اف تی سی میگفت 12%. این معلومه چه غلطی کردن که الان بعد 2-3 سال، البته میدونیم چه غلطی کردن، گند زدن به بیزینسشون تو این 2-3 سال که شده 3%. و مثلا میگم مثلا تو تکنولوژی مثلا اوپن ای آی اینا اکثرا ضررن و خب مثلا چون تکنولوژی جدید خیلی هایپن، خب سرمایه‌گذاری میگم مثلا برای کسی مهم نیست، بیزنس داره ران میشه، سرمایه‌گذاری میگیره و تو 100 مثلا درصد هم ضرر باشه یارو داره تکنولوژی جدید میاره و خب یه هایپیه که میبرن بالا که به یه چیزی برسن که تهش سود خیلی زیادی باشه. مثلا اسپاتیفای فکر میکنم ضرره،
ضرر بود در واقع تا 1-2 سال پیش. تویچ فکر میکنم خیلی مارجینش کمه، ولی تو گیمینگ تا چیزی که یادم میاد الان تیک توه. یعنی تیک تو تنها کمپانیه که خیلی رو مرز ضرر و سود مثلا 1% یا منفی 1-2% اینطوریه. تیک تو خیلی تیک تو بیشتر ضرره، یعنی تو این چند سال اخیر تیک تو همش داشته ضرر میداده و این خیلی جالبه که زلنیک کسیه که همچنان بیزنس رو داره جلو میبره و خب اون هایپ جی تی ای 6 همچنان کمپانی رو بالا نگه داشته دیگه که اون جی تی ای 6 بیاد و کارو در بیاره. ولی دارم میگم که حواستون باشه کلا تو کانتکست ویدیو گیم این اصلا فاجعه. یعنی تو کانتکست کلا بیزینس خیلی اکانتابیلیتی مارجین اصلا خیلی، ولی اکانتابیلیتی مارجین ها بچا، یعنی تا جایی که من میدونم خب پروفیت مارجین یه چیزیه که کل، اگر اشتباه نکنم، کل اون حالا درآمد و هزینه تو میای مثلا منها که میکنی چی در میاد درصدی میگیری. خب در ریاضیم خیلی خوب نیست، منظورم احتمالاً فهمیدید. اکانتابیلیتی مارجین تا جایی که من میدونم، حالا میتونید اصلاح کنید حرف من اگر بهتر میدونید، تا جایی که من میدونم اکانتابیلیتی مارجین اینه که آقا مثلا میاد میگه یه سری هزینه های تو از تو خود شرکته و خب ما اونا رو حساب نمی‌کنیم. مثلا یعنی چی؟ مثلا آقا تو مثلا سرور، هزینه سرور می‌خوای بدی، خب سرورت آژوره، مثلا آژور مال خودمونه، خب ما اصلا اون رو جزء هزینه حساب نمی‌کنیم. میدونی مثلا اونو میزنه کنار. و مثلا اکانتابیلیتی مارجین این مدلیه، یه سری جاهای بیزینس رو کلا ایگنور میکنه چون مال خودشونه و خب با این حساب بازم دوستان 3%، یعنی نمیستون باشه، یعنی دوستان ببین بیزینس نزدیک دده. یعنی برای مایکروسافت برای لاو آف د گیم، برای عشقش به گیم داشته این کارو میکنه و یعنی عجیب غریبه که بیزینس هم میگم. فقط من تیک تو رو میدونم که بعد این همه مدت با ضرر داره ادامه میده. گزینه سومش میگه که ما در یک کرایسیس، چی میشه؟ فاجعه که نمیشه، تو یک وضعیت بد چیز قرار داریم، چیزای هاردور، قطعات سخت افزاری قرار داریم. یه وقتی که به عنوان سی او تو فوریه اینجا اومدم، اون هزینه‌ای که ما برای استوریج پرداخت میکردیم، یعنی اون مثلا هاردی که پرداخت میکردیم برای کنسولمون، استوریج کامپوننتس فکر میکنم میشه رم و اس اس دی، برای رم و اس اس دی ما پرداخت میکردیم 2 برابر اون هزینه بود که فصل قبلش یعنی پاییزش ما پرداخت میکردیم. حالا همین هزینه ها از فوریه تا الان 2 برابر شده دوباره. خب یعنی یه چیز وحشتناکیه. و وقتی که ما میخوایم آماده بشیم برای اون حالا هالیدی سیزن 2027 شون، انتظارمون اینه که بازم دوباره زیاد بشه و برسیم به 5 برابر اون هزینه‌ای که 2 سال پیشش پرداخت میکردیم. یعنی هزینه فاکینگ رم و SSD باعث شده که 5 برابرش هزینه ساخته، 5 برابر هزینه ساخته کل چیز، نه ولی این چیزی که می‌خریدن توی همچین مدت کوتاهی. مثلا شما بیت کوین رو میفروختی، رم می‌خریدی، احتمالاً سود بیشتری می‌گرفتی. memory costs have followed a broadly similar trajectory. خب اصلا مموری هم گفت، اون منظورش استوریج احتمالاً SSD بوده، این مموری احتمالاً رمه. میگه رم هم همون حدودا گرون شده. وقتی که کل صنعت در حال دست و پنجه نرم کردن با این مشکلن، ما به این باور داریم که ما خودمونو در یک وضعیتی قرار دادیم که خیلی بدتر از اونا داریم ضربه میخوریم به خاطر تصمیماتی که در 5 سال اخیر گرفتیم. این هم در جریان باشید. آقای فیل اسپنسر عزیزی که فوکوس سگی کرد روی کلاود و روی پلی انیور و روی این مسخره بازی ها و نرفت درست و حسابی رم و SSD و اینا بخره، کنسول بگیره و مثل آدم ببره تو مغازه ها بذاره برای فروش، خب به قول خارجی ها اومد کونشون رو گاز گرفت. باید دمین دی اس. و این حتی چیزه من تحلیل من، ممکنه همچین چیزی نباشه ولی تصورم اینه. میگه ما الان اصلا نمیتونیم اون قدری که بازیکنانمون کنسول میخوان رو بسازیم.
یعنی ما دیمند داریم، تقاضا داریم، ولی عرضه نمیتونیم داشته باشیم چون گرون شد. یعنی میخوان فروشگاه‌های مختلف، افراد مختلف ایکس باکس میخوان، میگن آجی بده، مشتریش هست، ولی میگن آجی نمیتونیم بدیم. پلی استیشن از اونور یه استوریج خیلی زیادی از کنسول داشت، حتی اونا هم دارن پیش بینی میکنن که خیلی کمتر بشه فروششون، ولی اونا تا مدت خیلی زیادی ذخیره کرده بودن، داشتن که الان به این فنا مثل ایکس باکس نرفتن. و میگه ما بیزینس مدل های جدیدی نیاز داریم و پارتنرشیپ هایی برای سخت افزارمون وقتی که ما میخوایم هلیکس رو بسازیم. پارتنرشیپ هایی برای سخت افزارمون یعنی چی دوستان؟ مثل ایکس باکس الای. احتمال داره که موقعی که هلیکس رو میخوام بسازن برن پیش ایسوس بگن ایسوس جان مثلا بازار چین و چه میدونم تایوان و اون جاهای مثلا آسیا که شما مثلا کارت خوبه، اونجا دست شما یه هلیکس بساز، مثلا از تعرفه و اینا هم جدا باش و اونا رو دور بزن، یه دیوایسی بساز که مثلا بتونیم ما تو اون بازارها ارزون تر بدیم بیرون. این مثلا یکیشه. یا مثلا میاد میگه ما بیزینس مدلمون رو عوض کنیم. بیزینس مدل خب به خیلی چیزا دیگه رد، مثلا کلاود گیمینگ بیاریم، یا مثلا گیم پسی رو بیاریم که مثلا ارزون تره ولی مثلا باید تبلیغ ببینیم، مثلا نتفلیکس مثلا چی تبلیغ اون وسط گیم که نمیبینید. یه دیگه هر آدم عاقلی میدونه همچین چیزی بیارن اصلا فاجعه است، کسی بازی نمیکنه. یا مثلا انویدیا جی فورس نه، مثلا آقا تو میزنی میگه آقا اوکی این اده، این تبلیغ 1 دقیقه‌ای رو ببین بعد میری تو گیم ایزی. خب مثلا این میشه. یا مثلا تبلیغ هایی مثل یه مدل دیگه مثلا دس استرندینگ یادتونه مانستر داشت تو بازی تبلیغ کرده، مثلا الان اینترگالاکتیک آدیداس و پورشه و اینا رو مثلا لایسنس کرده، تبلیغ اون مدلی. اینجور چیزا میتونن بذارن. این مثلا حدس ما نگفتن میخوایم بذاریم، حدس این مثلا میگه بیزینس مدل رو تغییر بده، ممکنه این چیزا باشه. شماره 4 میگه ما استودیوهای خودمون رو خیلی گسترش دادیم زمانی که نیاز به یک پایپلاین محتوا داشتیم که اون استراتژی که برای سابسکریپشن سرویس ها که مثل گیم پس، استریمینگ که مثل ایکس کلاود و دیوایس های مختلف داشتیم و به اونا برسیم با این محتوا که می‌خواستیم، یعنی با اون هدف برسیم. برای همین خیلی استودیو گرفتیم. تو این پروسه باعث شد که ما خیلی دیگه بیش از حد اوور اکستندد بشیم، یعنی فکر می‌کنم منظورش اینه که بیش از حد توان خودمون عمل کردیم و یه جوری مثلا خودمون رو تو یک وضعیتی قرار دادیم که قدرتشو نداشتیم هندل کنیم به قول معروف. و خب برای تغییر استراتژی و برای اون دستیابی به محتوای در دسترس تر نتونستن خوب عمل کنن به خاطر این اتفاقی که افتاده. ما خیلی خوششانس هستیم که فرانچایز هایی داریم که صنعت رو تعریف میکنن و پتانسیل خیلی زیادی دارن و مردم از اونها تقاضای خیلی زیادی هم دارن، ولی ما نتونستیم اونا رو به اندازه خوب و کافی فاند کنیم که بتونن مبارزه کنن و پیروز بشن. و اینم خب یه چیزی که خیلی من سرش خیلی درگیر بودم. مثلا حالا بیشتر سر آی پی هایی بود که ما مثلا میدیدیم آقا مثلا یادتونه اوایل نسل مثلا میگفتیم آقا هلبلید و چه میدونم ایواود و اوتورز اینا مثلا خیلی منتظرش بودیم. چرا اینا انقدر بازیای دابلیتورن؟ یعنی مثلا یادتونه هرچی میان گفتم آقا چرا اینا انقدر کوچیکن فلانن. قاعدتا منظورشون فرانچایز ها نیست، چون داریم میگه فرانچایز هایی که صنعت رو تعریف میکنن، مثل احتمالاً الدر اسکرولزی، فالاوتی، هیلوی، گیرزی، فورزای، دیابلوی، اینجور مسائل. فرانچایزهای خیلی بزرگه مثلا میلیارد دلاریشون. میانیم ما نمیتونستیم اونا رو فاند کنیم به خاطر این مسئله. و میگه همچنین همونطور که در این آخر هفته دیدیم توی شوکیسمون یک پایپلاین قابل اعتماد از انحصاری های فرست پارتی و ترد پارتی و آی پی های جدید لازمه موفقیت ما هستند. ما نیاز داریم که اینا و اینوستمنت هایی که در 5 سال آینده قرار انجام بدیم و یک بالانسی بهشون بدیم. یعنی چی دوستان؟ این برداشت منه.
میرن سراغ آی پی های بزرگ، یعنی بیشتر فوکوس میکنن روی آی پی های بزرگ و دیگه آی پی های کوچولویی که معمولا شانس موفقیتشون کمه رو نمیرن سراغش. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمال زیاد دوستان لیاف زیادی خواهیم داشت، همونطور که توی بلومبرگ هم گزارشش اومد. احتمالاً استودیو بسته بشه یا خیلی کوچیک بشه، مثلا تبدیل به ساپورت استودیو بشن. من خودم خب تصورم این استودیوهای مثل دابل فاین و کامپالژن گیم تو خطر باشن، حتی شاید ابسیدیان. امیدوارم ابسیدیان نباشه چون گراندد ابسیدیان خوب فروخت، یا مثل ترنتن. حالا ترنتن هم میگیم در حالا رو کاغذ صاحب آی پی فورزاه، ولی خب بیشتر ساپورت استودیو در حال حاضر و احتمالاً تو همون ساپورت استودیو طورش هم میمونه. و شاید مثلا استودیوی مثل آرکینی که اونور مثلا خیلی سال بازی نداره. البته که آرکین خب یک چیزی داره که بتونه بازیش بفروشه، مثل دیسانرد و خود پری و خود همون ردفالی که حالا هیچ کس هم نمیخره، یا مثلا دسلوپ. اینا میره تو جیب، حالا تو جیب مایکروسافت میره، ولی خب به عنوان حساب اون آرکین حساب میشه. و خب دارن بلید هم میسازن، اگر بازی نزدیک باشه احتمالاً کارشون اوکی. تصورم اینه بازیایی مثل کیلن، کیپر، ساف آف میدنایت، بازیای مدلی که کوچولو آرتی تور بودن و خیلی هم اونقدر طرفدار زیادی جذب نکردن، خیلی هم نمره بالایی نگرفتن که مثلا بگی گراوند بریکینگ بودن، خیلی ولیو زیادی آوردن برای فرانچایز، برای بخش برند، احتمالاً در خطر. و من هر چقدر که این استودیو رو دوست دارم، واقعا من خیلی خیلی دوست دارم، یعنی من سواب میدنایت بازی کردم، خیلی آرتش رو دوست دارم. کامپالژن جزو اون استودیویی که من هم کنتراستش رو بازی کردم دوست داشتم، هم ساف میدنایتش رو بازی کردم دوست داشتم. به عنوان یک استودیوی هنرمند خیلی دوستشون دارم و دوست ندارم اتفاق براشون بیفته، ولی خب انتظار دارم که یک لیاف وحشتناکی بره سمتشون. یا دابل فاین برای من بهترین استودیویی که از اون استودیوهاست که پتانسیل رو داره که مثلا گوتی ببره موقعی که تیم شیفر بازی بسازه. و خب تیم شیفر آخرین بازیش 2021 بود، من مثلا تصورم اینه تیم شیفر نهایتا 2027 بازیشو بده. و اگه قرار نباشه بده، مثلا تیم شیفر عقب بشینه بازی این مدلی باشه، خب آقا نمیشه. تو مثلا آمریکا فکر کنم سان فرانسیسکو هم هستن، هزینه توسعه بازی زیاده و نمیشه خیلی ساپورت کرد، میدونی. یعنی مثلا یه آرکین حداقل تو فرانسه است، فرانسه خیلی هزینه‌اش کمتره، ولی تو اونور نمیتونی همچین حرکتی بزنی و این خیلی ریسکه. من عاشق تیم شیفرم، به نظرم یکی از بهترین کارگردانای تاریخ ویدیو گیمه. چه حالا اون موقعی که تو لوکاس آرتس بود و گرین فندنگو رو ساخت که یکی از بهترین فیلم میگم بهترین بازی تاریخه، چه حالا با بروتال لژند و سایکوناتساش، واقعا آدم درجه یکیه و واقعا کارش فوق العاده است. من نمیخوام این آدم از تیم ایکس باکس بره و استودیو دابل فاین تعطیل بشه. اگر قراره رهاش کنن بره مستقل بشه، مثل تویز فور باب و تانگو بدنش مثلا زیر پابلیشر دیگه حتی، ولی تعطیلش نکنن چون ضربه خیلی بزرگی به پیارشونه. و اصلا واقعا تیم شیفر آدمی که میتونه گوتی بیاره برای ایکس باکس، نباید این حرکتو بزنه. ولی بچه‌ها احتمالش هست، یعنی از الان آماده این باشید، چون آشا کسی هست که قبلا هم تو گیمینگ نبوده، خیلی هم نوستالژی خاصی با این استودیو نداره. بیزینس اومده بیزینس رو درست کنه. آقا اکانتیویتی مارجین 3% اومده درست کنه، میزنه کات میکنه، اصلا براش مهم نیست. اینو الان تو ذهنتون باشه. حالا باز افراد دیگه کنارش هستن که یکم تصمیماتشو درست کنن و نشون داده آدمی نیستش که آقا مثلا خیلی سنگ دل باشه مثلا همه رو بیاد اذیت کنه، ولی دیگه تصمیمات بیزینسی باید گرفته بشه. 5 میگه ساختار پلتفرم الان برای اون مبارزه‌ای که در پیش رو داریم آماده نیست. سیستم های ما بیش از حد پیچیده است، با گسترش ما به صدها وابستگی تواناییمون برای حرکت سریع محدود شده، بیش از حد به فروشندگان برای اداره سیستم هایمون متکی شدیم و باید به عنوان یک فرهنگ مهندسی و حالا کالچر مهندسیشون خودکفاتر بشیم برای آینده. یعنی اکثر چیزها رو بیارن احتمالاً داخل خود استودیوشون دیگه.
این میدونید چی میاد تو ذهنم؟ حالا من خیلی چیز نیستم، ولی شاید منظورش اینه که آقا مثلا فوکوس زیادی به ترد پارتی نکنیم توی بحث، مثلا چه میدونم، مثلا شاید انجین ترد پارتی خیلی استفاده نکنیم که مثلا هزینه داره، یا مثلا برای تولید قطعات کنسولمون خیلی از ترد پارتی استفاده نکنیم. شاید منظورش اینه، شاید هم نیست، نمیدونم. اگر چیزی شما تحلیل دارید بگید، ولی همچین چیزی اومده تو ذهنم، چون میگه که باید خیلی خودکفاتر بشیم تو این مسائل و کاری کنیم که اون فرهنگ به عنوان یک فرهنگ مهندسی کاری کنیم که بتونیم راحت‌تر آینده‌مون رو بسازیم. و میگه بعد ارزشی که برای اون بازیکن‌هایمون خلق می‌کنیم بیشتر بشه و در عین حال زمان لازم برای انجام این کار رو هم کاهش بدیم. از الان به بعد زیرساخت تکنولوژی خودمون رو کاملتر می‌کنیم، بازسازیش می‌کنیم و به قابلیت‌ها در سراسر ایکس باکس، خرید و یا مرجرهای احتمالی نگاه میکنیم تا بتونن به ما کمک کنن برای پیروزی در بازار سخت افزار، پی سی، موبایل و استریمینگ. یعنی که اگه جایی باشه نیاز باشه بخرنش که بهشون کمک کنه میخرنش، لازم باشه تکنولوژیشون رو بهتر میکنن و خب چیزهای از این قبیل. برای خیلی از شماها این واقعیت ها میتونه تعجب آور باشه و برای خیلی ها آزاردهنده. ما اگر واقعیت ها رو نگیم نمیتونیم موفق بشیم و همینطور نمیتونیم با انجام دادن کاری که قبلا میکردیم هم موفق و انتظار داشته باشیم که نتایج دیگه‌ای بگیریم، همون definition of insanity. همونطور که توی 100 روز اول اون ذهنیت هر روز برنده رو داشتیم، ما به سمت یک پیشرفت برای سخت افزار، محتوا، تجربه ها و سرویس هایمان که دور هم هستیم میشه تابیم. ایکس باکس یکی از مکانهای خاصیه که مردم تو اونجا فقط بازی نمی کنن، بلکه به همدیگه متصل میشن که با همدیگه خاطره بسازن. با وجود کنسول در مرکز این که ما چگونه تجاربی که میسازیم را تعریف میکنیم، حتی این جمله رو درست کنم ولی همچین چیزی گفت، ویندوز به عنوان بزرگترین پلتفرم گیمینگ دنیا، گیمرهای فوق‌العاده‌ای که زیر سقف ما به عنوان بزرگترین پابلیشر، یعنی یکی از بزرگترین پابلیشرهای دنیا هستن، ما یک فونداسیونی، یک فاوندیشنی داریم. بیایید دوباره ریست کنیم برای یک ایکس باکس قوی تر و یک کمپانی سرگرمی و گیمینگ شماره 1 رو بسازیم، شماره 1 درجه 1. این از پیام شما دید. حالا چیز آخری هم که گفت که خب اشاره کرد به این که آقا ما نمیتونیم اونجوری که قبلا پیش رفتیم پیش بریم. احتمالاً منظورش همون روی کردی که فیل اسپنسر رفته. این یعنی چی آقا؟ گیم پس احتمال زیاد تغییر میکنه. خیلی از روی کردای بیزینسی که داشتن روی کرد آقا تغییر میکنه. حالا یا خوب میشه یا بد میشه، من نمیدونم خوب میشه یا بد میشه، ولی حالا از چیزی که ما توی شوکیس دیدیم به نظرم راهی که دارم میرم یعنی تو این 100 روز اول راه درستیه. به نظرم گند زد فیل اسپنسر تو این 2-3 سال اخیر به ایکس باکس، یه گند وحشتناکی زد به ایکس باکس، یه دمیجی داد که واقعا معلوم نیست هم بشه. یعنی دان ماتریک به اون خراب کردن دان ماتریک کجا، گند زدن فیل اسپنسر کجا. یعنی من باورم نمیشه که یه روز همچین حرفی بزنم. باورم نمیشد که همچین حرفی بزنم، اصلا نمیتونم درست صحبت کنم، ولی فیل اسپنسر بیشتر از دان ماتریک گند زد. یعنی حداقل دان ماتریک با یه دونه مصاحبه کرد، رید، بعدش اومد جمع کرد. حداقل با گیمایی که معرفی کرد اون استارت ایکس باکس استارت خوبی بود. ولی خب اون پایپلاین افتضاح بود دیگه. اون تصمیماتی که برای مهندسی ایکس باکس وان گرفتن، اون GDDR3 و کینکتی که توش بود و DRMش و اون معرفیشون که تیوی بود و گند اونجوری زد، ولی هیچ وقت مولتی پلتفرم نشد. حداقل داماتریک ایکس باکس زیر فیل اسپنسر دوران طلایی زیاد داشت، دوران افتضاح داشت تو این 2-3 سال اخیر. و اون موقعی که حالا کال آف دیوتی و اینا در آوردن از گیم پس، من به این نتیجه رسیدم که آقا به احتمال خیلی زیاد رفقا بازی‌های بزرگشون دیگه توی گیم پس نمیاد.
یعنی من این توقع رو دارم و به نظرم احتمال زیادی اتفاق میفته، مگه اینکه کلا مدل گیم پس رو تغییر بدن و یه مدل و تیری بیارن که خب خیلی گرونتره و همه بازی‌ها میاد روش. این احتمالش هست. ولی مثلا الدر اسکرولز بعدی، استارکرافت بعدی، فالاوت بعدی، هیلو بعدی، گیرز آف وار بعدی احتمالاً، فورزای بعدی احتمالاً، فیبل بعدی احتمالاً، بعد 2027 احتمالاً هر گیم بازی، شاید مثلا بلید، شاید اودی، اینا اصلا دیگه روی گیم پس رو زرزه نیاد. اینو حواستون باشه. البته این تصور منه و پیش بینی منه، شاید این اتفاق نیفته، ولی آره تصور من. و خب خیلی روی کرد قاعدتا قراره تغییر کنه. و امیدوارم راهی که میرن درست باشه. این راه 100 روز اولش به نظرم درست بود. خیلی کار خوبی کردن. و اینکه اون آخرش هم میگه به عنوان اینکه ما کنسولمون مرکز اون تجربه هایی هستش که میسازیم، یعنی کنسول مرکزشه، پی سی به عنوان بزرگترین پلتفرم دنیا و بقیه گیمرهایی که به عنوان گیمرهای پلتفرم های دیگه زیر چتر پابلیشری ایکس باکس هستن. مثلا چی؟ مثلا همین کالافی که منتشر میشه، ماینکرافتی که منتشر میشه، یا بازی‌های مختلف مثل استیت آف دیکی که قراره بره مولتی پلتفرم، اونا حسابن. انحصاریایی که برای ایکس باکس میاد حسابه و احتمال زیاد انحصاری فقط کنسول نداریم، چون میگه بزرگترین پلتفرم دنیای پی سیه، پی سی هم جزوش خواهد بود. امیدوارم که مسیری که میره مسیر خوبی باشه. امیدوارم که اون جوری که من منفی نگر بودم به این اتفاقاتی که قراره در آینده بیفته، مثلا سر لایاف و اینا، این اتفاق نیفته. امیدوارم که ایکس باکس رو ببینی که واقعا رقابت میکنه با پلی استیشن و نینتندو و میاد مثل نسل 7 با جرأت، با خایه، با بهترین محتواها و خفن‌ترین و کولترین حالت ممکنش که همیشه برند کولی بوده برگرده و بهتر کنه. و این بود از اولین اپیزود ما. چقدر صحبت کردیم. من فکر کنم این دیگه طولانی ترین ویدیویی باشه که تو این کانال گذاشتم. یادم نمیاد 1 ساعت خورده ایتالو باشه یا نه. احتمالاً هم دیگه حوصله‌تون سر رفته. امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه و نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید حتما من بگید. این اولین باریه که تو این فرمت من ویدیو میذارم. البته نه، این که گفتم طولانی ترین قطعا نیست، چون ما شوکیس های مختلفو دیدیم که طولانی تر بودن. ولی امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ما اگر شما خوشتون بیاد، دوست داشته باشید، ادامه میدیم، هفتگی صحبت میکنیم. اگر هم دوست نداشته باشید، شاید دوباره اگه اتفاقات خفنی افتاد دوباره میایم صحبت میکنیم. و اگر اونم دوست نداشته باشید، شاید دیگه اصلا نیایم صحبت کنیم. کی میدونه. ما برای شما میسازیم، چون شما خیلی آدمای خفنی هستید و من خیلی شما رو دوست دارم. آقا دمتون گرم، ممنونم. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما توی کامنت‌ها نظرتون رو بگید. میدونم اگه گیم پس و اینا خراب شه به خاطر اینکه ما توی ایران زندگی میکنیم خیلی سخت میشه برامون، ولی خب امیدوارم که بعضی کشورمون بهتر بشه، ما بتونیم مثلا خارج از اینا بازیامون رو بتونیم بخریم، کنسولای بعدی رو بتونیم بخریم، لذت ببریم دیگه. یعنی گرفتار اینجور چیزا نباشیم. مثلا الان که اصلا خیلی واقعا دشوار، اصلا گیمینگ خیلی دیگه گرون شده تو ایران و میدونم خیلی سخته. من قدیم مثلا اینترنت خوب بود، کلاد گیمینگ بازی میکردم. مثلا اینطوری بودم که آقا مثلا هر چقدرم کنسول گرون بشه من کلاد گیمینگ هستی. الان اونم نیست. آخه با این اینترنت الان اونو چطوری میخوام من بازی کنم؟ این داستانه هست. امیدوارم درست بشه دیگه. دمتون گرم رفقا. این بود از این ویدیو. آرزو موفقیت میکنیم برای ایکس باکس دوست داشتنی. آرزو موفقیت میکنم برای همه اون کسایی که خب عاشق ویدیو گیم و تو این صنعت ویدیو گیم میسازن و تمام کسایی که فن ویدیو گیم امیدوارم بهترین چیزی که دلشون میخواد بگیرن و شاهد یک نسلی باشیم قدرتمند، خفن، من رو در پیک ببینیم، حال کنیم. دم شما گرم. باعث افتخارم که در کنار شما هستم. شب و روزتون خوش و تا ویدیو بعدی. خداحافظ.